در صورت جذب مدافع، هافبک میانی و وینگر چپ، ساپینتو با اسکوادی کامل و قدرتمند پای به لیگ برتر می‌گذارد. اما مهمترین نگرانی تکمیل دیرهنگام این تیم و احتمال از دست رفتن هفته‌های ابتدایی است. استقلال از فردا کار خود را در لیگ 25 آغاز می‌کند. لیگی که برای آبی‌های پایتخت با امیدها و تغییرات فراوانی همراه است. تیمی که نسبت به فصل گذشته تغییرات چشمگیری داشته و تقریباً در همه خطوط دگرگون شده است. استقلالی‌ها با جذب بازیکنان جدید و جدایی چند مهره کلیدی حالا به دنبال این هستند که ناکامی‌های تلخ فصل گذشته را جبران کنند و دوباره به جمع مدعیان اصلی قهرمانی بازگردند. بازگشت ساپینتو به استقلال. ریکارد این دومین حضور او روی نیمکت آبی هاست. تفاوت این حضور با بار اول بسیار چشمگیر است. در لیگ 22 ساپینتو جانشین